مونږ به د خپل وران ویجاړ وطن ودانو ځو 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 پر مخ بځو. خوشحالی ما دیگه معلومه، میگن چیزی که عیانه چی حاجت بیانه. انشاءالله که این باقی مونده چی هم کار ختم بشه و مردم غیری های دیگه منفردار بشن. خود 100% دیگه ما وقتی خانه خود روشن، خانه همسایه ما تاریکه، 100% خوشحال و خوشبینیم از امارت اسلامی افغانستان. تشکری زیاد. ما 100% خوشبین از این هستیم که بخیر برق به ما برسه و بسیاری از مسائل مثلا چیزهایی که مصدری ها و بالاخره دیگه فلزکارها و همچنین کسب و کار اقشار مختلفی که در بازار اونها کار میکنن، از سولر کار میگیرن یا از ماشین کار میگیرن، خیلی به سختی کارا پیش میبرن. همه اونها به انتظار از این هستن. همچنین خونه های ما که تاریکه، ما به انتظار از این هستیم که به نور برق بخیر منور بشه. یعنی ما مردم 100% بی آمادگی داریم و راضی و انتظار از این داریم که تمام کار و برنامهشان موقوف به همون برق است و انشالله که اگر از این برق جور بشه ما خیلی خوشبختیم، خوشحالیم، کار مردم بسیار میشه و ضرورت مردم برطرف میشه.